درود مجدد به شما. خب تکرار کنید. Möchtest du sie anprobieren؟ میخوای امتحانش بکنی؟ Ja, ja, das mache ich. تکرار کنید. Ja, das عذر میخوام. Ja, das mache ich. انجامش میدم. Ja, das mache ich. خیلی خوب. Sport machen. Sport machen. ورزش کردن. تکرار کنید. من می‌نویسم تکرار کنید. Ich möchte am Freitag Sport machen. بچه من یه انتظاری از شما دارم. اول تکرار کنید. Ich möchte am Freitag Sport machen. تکرار کنید. مرسی. تکرار کنید. خوبه. انتظار من از شما این است که اینو خودتون سریع بتونید عوض کنید. ویل بذارید. Freitag رو بذارید مثلا مونتاگ. این انتظار از شما هست. Sport machen. بچه treiben هم میگن. خب حواستون جمع باشه. Ich möchte heute Sport treiben. تکرار کنید. Ich möchte heute Sport treiben. تکرار کنید. مرسی. خب. بگو دیروز ورزش کردی؟ Hast du gestern Sport gemacht؟ تکرار کنید. Hast du gestern Sport gemacht؟ تکرار کنید. مرسی. مرسی. بگو من هر روز ورزش میکنم. Ich mache jeden Tag حالا jeden Morgen Sport. مرسی. تکرار کنید. مرسی. Ich mache jeden Tag Sport. خب. مرسی. تکرار کنید. Ich mache über die Woche یعنی در طول هفته. Stundenlang یعنی ساعتها Sport. Stundenlang یعنی چی؟ ساعتها. Über die Woche یعنی در طول هفته. بچه بغیر از شنبه یک شنبه ها. پس یکی میخواد در واقع am Wochenende اشکالی نداره. am Wochenende من در پایان هفته ساعتها ورزش میکنم. مرسی. تکرار کنید. Ich mache am Wochenende stundenlang Sport. Stundenlang میشه ساعتها. آها 2 ساعت ورزش میکنی؟ 2 Stunden. من آخر هفته 2 ساعت عذر میخوام 2 ساعت ورزش میکنم. تکرار کنید. مرسی. خیلی عالی. eine Ausnahme machen. Bei ترجمهش این میشه بچه ها. در مورد فلانی الان اینجا گفته eine یک استثناء من اون یکو نمیگم. استثناء قائل شدن. خب دقت کنید من یه جمله میگم. Hallo Chef, kannst du mir einen Termin geben? Kannst du mir Hallo Chef, kannst du mir heute Kannst du mir heute einen Termin geben؟ میتونی به من امروز یه قرار بدی؟ تکرار کنید. میتونی به من امروز یه قرار بدی؟ تکرار کن. Kannst du mir heute einen Termin geben؟ حالا شاید باید بگید können Sie، یعنی شاید احترام باید بذارید. شاید نه، در واقع زمانی که شفتون باتون در واقع عیاق نیستن. Können Sie mir heute einen Termin geben؟ ها؟ بعد شفتون میگه nein. تکرار کنید. nein es geht nicht. نه امکان نداره، نمیشه. Ja das ist aber nicht عذر میخوام möglich. واقعا امکان نداره. این آبا میشه واقعا. واقعا ممکن نیست. امکانش نیست. تکرار کنید. Das ist aber nicht möglich. مرسی. بعد شما میگید که machen Sie bitte bei mir eine Ausnahme. میگه در مورد من میشه یه چیز کنی، یه Ausnahme. میشه یه استثناء قائل بشی. تکرار کنید. Machen Sie bitte bei mir eine Ausnahme. تکرار کنید. مرسی. متشکرم. بعد اون میگه اصلا امکان نداره. Überhaupt nicht. اصلا هم نه. Überhaupt nicht. اصلا نه. خیلی خوب. Ich mache bei dir eine Ausnahme. من در مورد تو یه استثناء قائل میشم. تکرار کنید.
Ich mache bei dir eine Ausnahme. Merci. Sehr nett. Ausflug machen یعنی پیکنیک انجام دادن. حواستون جمع باشه آرتیکلش nach هست. Hey Mori, wir wollen morgen einen Ausflug nach مثلا برن machen. ما میخوایم فردا یه پیکنیکی بریم برن. خب تکرار کنید. Wir wollen morgen einen Ausflug nach Bern machen. بچه‌ها چجوری من اینو حفظش کنم موری؟ همونجوری که بنده به خدمت شما میگم خودم اینطوری کار کردم و حفظ کردم شما به این ترتیب میتونید کار بکنید. Wir machen تکرار کنید. Wir machen امروز ما تو کلاس اینو کار میکردیم اینطوری کار میکردیم. Wir machen تکرار کنید. Wir machen اگه با من تکرار نکنید فایده نداره. درس اول گفتم اگه تکرار نمیکنید فیلم‌ها رو نگاه نکنید. Wir machen Wir wollen machen. باز یه نکته اینجا بهتون بگم. بعد شما ممکن الان بگید که ای بابا یعنی ما واسه هر جمله اینطوری باید کار بکنیم. باید بهتون بگم تا 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا بسته به حالا فرد، بسته به افراد، خیلی بسته به خیلی پارامترها 20 30 تا 40 تا جمله اینجوری کار کنید بچه‌ها. بعدش دیگه نیازی به این نیست. خود به خود اتوماتیکوار ذهن قبول میکنه. دقت کردید؟ شما از هر کسی که میخواد زبان بخونه و شروع کرده ازش بپرسید. 2-3 ماه اصلا گیج بوده. هیچ یاد نمیگرفته. بنده خودم واقعا مایوس شده بودم 5-6 سال پیش. یه کلمه میخوندم نمیمون تو ذهنم. چرا؟ چون ذهن هنوز نپذیرفته. اینا رو بدونید. این جنبه‌های روانشناسی کار رو اشاره میکنیم بدونید. Wir wollen machen. تکرار کنید. Wir wollen machen. Wir wollen morgen machen. Wir wollen morgen machen. ببین حتی تون صدا رو عوض میکنم. حالت داستانی بهش بدید. Wir wollen morgen machen. Hey, wir wollen morgen einen Ausflug machen. Wir wollen morgen einen Ausflug machen. Hey, wir wollen morgen einen Ausflug nach Bern machen. تکرار کنید. Wir wollen morgen einen Ausflug nach Bern machen. تکرار کنید. Wir wollen morgen einen Ausflug nach Bern machen. تکرار کنید. Wir wollen heute einen Ausflug nach Bern machen. تکرار کنید. Wir wollen morgen einen Ausflug nach Bern machen. مرسی. خوبه. ببینید. ماما، پاپا یا مثلا رفیق فلان. Wollen wir heute einen Ausflug nach Bern machen? فردا ما میخواییم یه پیکنیکی بریم سمت برن. تکرار کنید. خب با ولن اولش بیاد یه چیزی هم بهتون میگم. هی بچه‌ها فوتبال بازی کنیم؟ Wollen wir Fußball spielen? بچه‌ها این سوال نیست. دقت کنید. ببینید میخواید فوتبال بازی کنیم نمیپرسه ازشون. نگفته که آیا فوتبال بازی کنیم؟ این سواله. ولی وقتی میگه میخوای فوتبال بازی کنیم؟ چیزی نپرسیده. جواب مثبت میطلبه. Wollen wir uns hier hinsetzen؟ میخوای اینجا بشینیم؟ خیلی خب. پس الان اینجا هم یاد گرفتید. Wollen wir etwas essen؟ تکرار کنید. Wollen wir etwas essen؟ تکرار کنید. Wollen wir etwas essen؟ تکرار کنید. مرسی. Wollen wir Fußball spielen؟ میخواید فوتبال بازی کنیم؟ کنیم. تکرار کنید. میخواید فوتبال بازی کنیم؟ میخواهی در واقع است. میخوای فوتبال بازی کنیم یا میخواهید فوتبال بازی کنیم؟ میخوای بریم فوتبال بازی کنیم؟ میخوای فوتبال بازی کنیم؟ تکرار کنید. میخوای بریم فوتبال بازی کنیم؟ میخواید بریم فوتبال بازی کنیم؟ مرسی. زرنج. خب تقریبا یه 50 ثانیه مونده. این چند تا فعلی رو که با ماخن بودم خدمتتون گفتم. با ماخن بازم فعل خیلی داریم. ژیمناستیک ماخن فلان خیلی هست. عرض کنم که فقط خدمتتون بگم که این در واقع قسمت فشرده کار، در واقع دوره فشرده مکالمه که داریم با هم انجام میدیم شما رو برای سطح آتسفای آماده نمیکنه ها. نزدیک به آتسفای هست. فقط دوره مکالمه هست که شما خیالتون راحت باشه. آخیش یه 50 تا فعل یاد گرفتم با یه 50 تا جمله. آخیش مثلا یه 10 تا فیلم هست در مورد مکالمه برای سطح A1. اون آخیش رو ما میخوایم در ذهن شما بپروریم. دقت کردید؟ حواستون باشه. در واقع دویران فقط به جنبه مادی کار نگاه نمیکنه، جنبه روانی کار رو هم
از همین راه مجازی با شما کار میکنه. شما رو به خداوند مهربان میسپارم. چوس.